من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا کسی مؤمنی را میکشد عمدن میکشد فجزاؤه جهنم. ببین مؤمن گفته صفت ایمان را ذکر کرده، یعنی انگیزه هم انگیزه ایمانی هست. چرا او را میکشد؟ چون مؤمن است. متوجه هستید؟ چرا او را میکشد؟ چون مؤمن هست، نه اینکه باش عداوتی دارد دشمنی دارد او قاتل پدرش هست فلان. چون مؤمن است. اگر با این انگیزه بکشه خب انسان کافر است. یعنی انسان یک مؤمنی را مباح الدم بداند. الله می فرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا، هر کسی که مؤمنی را بکشد متعمدا عمدن بکشد فجزاؤه جهنم. 5 صورت الله بیان فرموده. حکم اول فجزاؤه جهنم، جزایش جهنم هست. دوم خالدا فیها، همیشه در آن جهنم هست. سوم و غضب الله علیه، غضب و خشم الله بر او هست. چهارم و لعنه، لعنت خدا بر او هست، یعنی از رحمت خدا به دور هست. پنجم و اعد له عذابا عظیما، خداوند برای او عذاب عظیم آماده کرده. عذاب عظیم، شکنجه بزرگ. جهنم که گذشت، غیر از جهنم بسیار عذاب بزرگی هست. ببینید آیا مگر کسی که مرتکب گناه کبیره بشه مثل قتل نفس کافر میشه؟ چون که معتزله معتقد است و خوارج معتقد هستند که هر کسی که مرتکب گناه کبیره ای شد، هر کبیره ای شد، قتل باشد، عیاذ بالله زنا باشد، این گناهان کبیره برای همیشه انسان را در جهنم نگه می‌دارد. میگه این انسان با گناه کبیره از اسلام خارج شده. خوارج میگه کافر شده. از این آیه هم استدلال میگیرن. این آیه میگه دلیل ما هست. ببینید قاتل برای همیشه در جهنم است مثل کافر. پس هر مرتکب گناه کبیره چی هست؟ برای همیشه هست. اما اهل سنت معتقدند که کسی ایمان داشته باشد و مرتکب گناه کبیره بشه، این انسان به خاطر گناه کبیرش عذاب میبیند، به جهنم میرود، اما نتیجتا چی میشه؟ خداوند او را از جهنم بیرون میکند. بعد از اینکه جزایش را ببیند و تنبیهش بشه، این مثل کفار برای همیشه نیست. خب اینجا همیشه آمده. در این رابطه خدمت شما عرض میکنم. اولا گفتن که مراد از این قاتل عمد کسی هست که قاتل عمد باشد به درجه کمال. قاتل عمد باشد به درجه کمال. قاتل عمد به درجه کمال کدومه؟ همونه که یک مؤمنی را عمدن قتل میکند به دلیل ایمانش. به همین خاطر گفتم مؤمنن این قید را آورده، چون ایمان دارد او را قتل میکند.
و به خاطر ایمان قتل او را جائز و مباح میداند. خب این خودش دیگه کافره. این قاتل خودش چی هست؟ کافر هست که قتل مؤمن را چی میداند؟ مباح میداند و قائل به حلت قتل هست، قائل به حلال بودن قتل مؤمن هست. چنانچه علامه نصفی میگه متعمدن را میگه ای قاصدا قتله لایمانه، قتل او مؤمن را قصد میکند، هدف میگیرد او را. چرا؟ لایمانه، چون که او ایمان دارد. و کسی مؤمنی را به این خاطر میکشد که او ایمان دارد و هو کفر، این چی هست؟ کفر هست. پس این قاتل مسلمان نیست، این قاتل خودش کافر. ما هم میگیم کسی که کافر باشد همیشه در جهنم میماند. این یک توجیه. توجیه دوم اینه که کسی که قتل مسلمان را حلال بداند او قتله مستحلا لقتله، او را میکشد و قتل او را چی میداند؟ حلال. خدا گفته ولو اینکه خود قاتل مسلمان باشه، خدا گفته قتل مسلمان حرام است، او میگه حلال است. خب این با این اعتقادش کافر میشه. این با این اعتقادش چی میشه؟ کافر میشه. و هو کفر ایضا، این هم چی هست؟ کفر است. تفسیر نصفی. اما ببینید کسی حلال نمیداند ولی خب به خاطر اختلافی که باش دارد به خاطر چند میلیون تومان میکشد، این قاتلا به جهنم میره. خب خالدن مخلدن را خالدن فیها را علما توجیه کردند خالدن فیها این کنایه از مکث طویل است، کنایه از چی هست؟ ماندن طولانی. کسی مثلا 30 سال در زندان، میگه برای همیشه تو زندان افتاد. برای همیشه که نیست، 30 سال است، 50 سال هست. پس زمان طولانی را چی میگند؟ خالد میگن در زبان عربی. پس این انسان با دیگه مسلمانان گناهکار فرق دارد. بقیه مسلمانان گناهکار زود از جهنم میان، این خیلی طولانی میماند، گویا خالدن فیها، همیشه میماند. خب الله میفرماید که این صورتی هست که قاتل، کسی که قاتل عمد باشد جزای اخرویش هست، اما در جزای دنیویش شما در سوره بقره خواندید که چی هست؟ قصاص هست. یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. حکم دیگر از احکام سلطانیه. گاهی ما در جنگ و جهاد کسانی را که میگویند ما مسلمان شدیم، امکان داره ما بگیم این از ترس میگه او را بکشیم. الله عزوجل میفرماید که شما زود نکشید، زود تصمیم نگیرید. شما هدفتون دنیا نباشد، غنیمت نباشد، مالش نباشد، شما تحقیق بکنید. در رابطه با این میگن تعدادی از صحابه به جای میرفتند، به جهاد میرفتند، در راه با چوپانی برخورد کردند. چوپان خب از همون قوم بود، گوسفند داشت. این تو چوپان سلام گفت سلام علیکم. اینا گفت این از ترس سلام گفته، این مسلمان نیست. او را کشتند، گوسفندانش را بردند. الله عزوجل نازل فرمود نه، شما نباید بکشید، شما باید اول بررسی بکنید، تحقیق بکنید. عنایت داشته باشید عزیزان که کشتن انسان ولو اینکه در جبهه جنگ باشد بسیار احتیاط و تقوا میخواد. اینطور نیست که انسان هر تر و خشک را بزند. حدیث حضرت اسامه رضی الله تعالی عنه بهترین درس هست.
حضرت اسامه میگوید که کسی را من دیدم که چندین مسلمان را در جنگ شهید کرد، یک کافر بسیار قوی قدرتمند، چندین خون ریخت. اسامه میگه من گفتم که دیگه این باید کشته بشه. من در کمینش شدم و دنبالش تا اینکه من بر او غلبه کردم و شمشیر را بلند کردم که بزنم، لا اله الا الله خواند. من گفتم از ترس خوانده، من گردنش را جدا کردم. بعداً برای رسول الله تعریف کرد اسامه که یا رسول الله من کسی را زدم و از ترس لا اله الا الله گفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم ناراحت شد، گفت هلا شققت قلبه، مگر قلبش را شکافتی، قلبش را باز کردی؟ فردا که با لا اله الا الله به محضر خدا بیاید، ای اسامه چه پاسخی داری؟ اسامه چنان ناراحت شد، چنان غمگین شد، گفت کاش من تازه مسلمان شده بودم که مسلمان و اسلام تمام پرونده گذشته را پاک میکند، منهدم میکند. لذا بعد از اون حضرت اسامه در جنگ‌های فی ما بین مسلمانان، در جنگ‌هایی که بعد از رسول الله اتفاق افتاد بین سپاه علی و سپاه معاویه، سپاه علی و سپاه عایشه، اصلا شرکت نمی کرد، می ترسید، احتیاط می کرد، می گفت که مبادا از دست من یه مسلمان به ناحق کشته بشه. لذا خیلی احتیاط می خواست، ولو اینکه مجاهد در جهاد باشد. اینجا الله تعالی همین تذکر به صحابه میده. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا ضربتم فی سبیل الله، هرگاه شما رفتید در راه الله، مسافرت کردید در راه الله، فتبینوا، تحقیق بکنید، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، نگویید به طرف اون کسی که به سوی شما سلام انداخته، یعنی سلام گفته، لست مؤمنا، شما مؤمن نیستی، مؤمن واقعی نیستی، تبتغون عرض الحیات الدنیا، آیا شما می طلبید کالای زندگی دنیا را، او را می کشید و مالش را به غنیمت می برید. فعند الله مغانم کثیرا، پس نزد الله غنیمت های زیاد هست، یعنی این کار را نکنید. كذلك کنتم من قبل فمن الله علیکم، الله می فرماید شما همین گونه بودید قبل از این، یعنی شما هم کافر بودید. فمن الله علیکم، الله بر شما منت گذاشت، الله احسان کرد، شما مسلمان شدید. خب کسی با لا اله الا الله میشه مثل شما. فتبینوا، پس شما چی کنید؟ تحقیق کنید. ان الله کان بما تعملون خبیرا، بدون شک الله تعالی به اعمال شما خبر دارد، هر چی شما میکنید خداوند خبر دارد. پس دیده دانسته عمل کنید، ندانسته اقدام نکنید. خب این در رابطه با چی بود؟ کشتن یک انسان با تحقیق باید انجام بگیرد، بالخصوص کسی که میگه من مسلمان شدم. لا یستوی القاعدون، اینجا خداوند بیان حال قائدون عن الحجره و قائدون عن الجهاد را بیان میفرماید. ببینی وقتی که جهاد لازم میشه و امیر مسلمانان، حاکم عادل مسلمان دستور میده که نفیر عام هست، عمومی باید همه به جهاد برن، کسانی که قائدین باشند بدون معذورین، کسانی که نشسته باشند در خانه ها و به جهاد نروند، اینها مجرمند، گناهکارند. دوم وقتی که در جای کفر چنان غلبه پیدا میکند که خطر بیدینی انسان هست، خطر بیدینی اولاد انسان هست، بیدینی و کفر اولاد هست و فرزندان هست و دستور هجرت داده میشه و هجرت فرض قرار میگیرد، اونجا هم کسانی که هجرت نکنند، حوصله نکنند و بمانند، این انسان ها هم گناهکارند. الله تعالی
هر دو گروه قاعدون من الجهاد و قاعدون من الهجره را اینجا بیان حالشون را بیان می‌فرماید. روح المانی میگه بیان لحال القاعدین عن الهجره، بیان حال قاعدین از هجرت است و بیان لقاعدین عن الجهاد. الله میفرماید لا یستوی القاعدون، برابر نیستند. در چیز برابر نیستند؟ در ثواب و اجر پایینش می‌نویسید. لا یستوی القاعدون، برابر نیستند آنهایی که نشستند من المؤمنین، از مؤمنان، البته غیر اولی الضرر. اولی الضرر استثناء هستند، اونهایی که مریضند. اولی الضرر یعنی معذورین، ضرری داره، مشکلی داره، غیر از معذورین. لذا برابر نیستند قاعدون والمجاهدون، مجاهدان برابر نیستند. فی سبیل الله، کسانی که جهاد میکنند در راه الله، به اموالهم و انفسهم، با مالشان با جانشان، اونها با اینها برابر نیستند. برابر نیستند یعنی چه؟ در چه چیزی برابر نیستند؟ فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم، بلکه فضیلت داده الله عز و جل مجاهدین را، آنانی که جهاد میکنند با مالشان با جانشان، علی القاعدین، بر آن کسانی که نشستند فضیلت داده اینها را درجه، از نظر درجه مرتبه. خب اونی که جهاد نمی کند اون مشکلش به مشکل هست، اما این انسان جایش کجاست؟ و کلا وعد الله الحسنى، به هر یکی خداوند وعده حسنا داده. حسنا یعنی بهشت. للذین احسنوا الحسنى، بهشت. ولی اونایی که جهاد نکردند، چرا اونها به بهشت میرن؟ به دلیل عدم فرض عین بودن هستیم. اینجا بنویسید به دلیل عدم فرض عین. این در صورتی هست که جهاد فرض کفایه بشه. جهاد چی بشه؟ فرض کفایه بشه. الله عز و جل هم کسانی را که مجاهدین هستند درجه میده و هم کسانی که قائدین هستند، هر دو را به بهشت میبره. اما مجاهدین درجاتشون خیلی بالاست. اینا گناهکار نیستند. اون صورتی که بنده عرض کردم گناهکار در صورتی که نفیر عام بشه، عرض کردم اعلام عمومی بشه، همه باید برند. وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، این تعیین درجه است. الله می فرماید فضیلت داده الله عز و جل مجاهدین را علی القاعدین، بر اونهایی که نشستن بدون عذر، بلا عذر بنویس پایین قاعدین، اجرا عظیما، اجری بسیار عظیم، درجات منه، درجات یعنی چندین درجه منه، از جانب خودش. مجاهدین چندین درجه برتری و فضیلت دارند، و مغفرتا و رحمه، و همچنین از جانب الله بهشان مغفرت میرسد و رحمت. و کان الله غفورا رحیما، و خداوند بخشاینده و مهربان هست. خب این بیان قاعدین عن الجهاد بود. پشت سر این بیان قاعدین عن الهجره می آید. کسانی که از هجرت و به هجرت نرفتند و از هجرت فرار کردند و نشستند تو خانه هایشان. الله می فرماید ان الذين توفاهم الملائکه، به درستی کسانی که آنها را ملائکه وفات دادند، یعنی جانشان را گرفتند، در حالی که ظالمی انفسهم، این افراد ظلم کننده بودند بر جانهایشان. چرا ظلم کننده بودند؟ بنویسید به دلیل عدم هجرت با وجود قدرت. یعنی با وجود قدرت چی کردند؟ هجرت نکردند. اینها را جانشان را گرفتند ملائکه. وقتی که گرفتند قالوا فیما کنتم، در چه وضعیتی بودید، در چه حالی بودید؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، اینا میگن ما ضعیف بودیم در زمین.
یعنی شما در زمین خدا چطور زندگی کردید؟ میگه مستضعفین پایینش بنویسید مغلوب، یعنی همیشه دشمن بر ما غالب بود، همیشه به ما زور میگفت، بر ما ظلم میکرد. قالوا الم تکن ارض الله واسعة، آیا زمین خدا فراخ نبود که فتهاجروا فیها، شما هجرت کنید در آن؟ فاولئک مأواهم جهنم و ساءت مصیرا، این افراد جایگاهشون جهنم است و جای رجوع بسیار بدی هست، جای رجوع بسیار بدی هست. از این وعید بعضی از مفسران نوشتند که منظور از اینها منافقین هست، ولی نه، گناه کبیره هست، چون بعداً الا المستضعفین چی شده؟ استثناء. برای گناه کبیره انسان به عذاب گرفتار میشه. منظور از این کسانی که این تهدید هست، وعید هست، لازم نیست کسانی در زمان رسول الله اینجور شده باشند، آیات جاودانه هستند. منظور کسانی هستند که با وجود توانایی و لازم بودن هجرت نمی کنند، جایشان الله می فرماید در قیامت جهنم هست به خاطر کوتاهی کردن در امر هجرت. اما کسانی که ناتوانند، امکاناتی ندارند، وضعیت جسمیشان خوب نیست یا وضعیت مالیشان خوب نیست، اونا استثناء. الا المستضعفین من الرجال، مگر مستضعفین از مردان و زنان و الولدان و بچه ها، اونهایی که لا یستطیعون حیلتا، حیله را توانایی ندارند، نمی توانند جای برند، ولا یهتدون سبیلا، راهی را هم بلد نیستند، هدایت نیستند بر راهی، نمیدونند چی کار بکنند. الله می فرماید فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم، الله می فرماید این افراد عسى الله، وعده خداست، ان یعفو عنهم، اینها را معاف کند، و کان الله عفوا غفورا، الله عزوجل معاف کننده و بخشاینده هست. و من یهاجر فی سبیل الله، ترغیب به سوی هجرت در زمانی که هجرت لازم است. الله می فرماید هر کسی که هجرت می کند در راه الله، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه، در زمین می بیند مراغما کثیرا. مراغم رزق، بعضی گفتن فراخی رزق، وسعت رزق، و بعضی گفتن زمین فراخ می بیند، یعنی هر جا بره جا برایش تنگ نیست. اما کسی که هجرت می کند در راه الله عزوجل، چون معمولا تصور این است همه چیز که انسان دارد، سرمایه دارد، مال دارد، زمین دارد، منزل دارد، باغ دارد، پاساژ و مغازه دارد در شهر خودش، وقتی که هجرت کند همه اینها میماند یا نمیماند؟ پس انسان فکر میکنه که هجرت بکنم از گرسنگی تلف میشم. الله تعالی برعکس فرموده هر کسی که هجرت کند در راه الله، یجد فی الارض مراغما کثیرا، یعنی رزق روزی زیاد یا فراخی زیاد، وسعت میبیند. یعنی الله تعالی مهاجر را تنگ نمی کند از نظر رزق روزی، و الله بهش زیاد میده، وعده زیاد هم هست. من همیشه وقتی که این آیه را میخوانم میگویم نمونهش امروز کسانی که ابتداءً الان مهاجرین زیاد شدند از کشورهای عربی، بعضی هم مجبور شدند از خطر جان خودشان، از بیم جانشان و فرزندانشان هجرت کردند، مثل کشورهای بلاد سوریه هست، عراق هست، اینا هجرت کردند. اما ابتداءً اولین مهاجرین افغانستان بودند که اون ابتدایی که اینا هجرت کردند جنگ نبود به اون صورت، ولی یک حکومت کمونیستی الحادی آمده بود که این حکومت، عرض کنم خدمتتون، چنان پیش می رفت که خطر بود در آینده فرزندان، اولاد، نسل آینده
دین خودشون را از دست بدند و مثل بعضی بلاد دیگر آسیای میانه اینها معلوم نشه که آیندهشون چی بشه، لذا به خاطر دین هجرت کردند. بعد از اینکه هجرت کردند نه اینکه از گرسنگی تلف شدند، بلکه الله عزوجل بیشترین اعزاز را به همون مهاجرین کرد. امروز شما اگر دقت کنید، مطالعه بکنید، تمام شهرهای بزرگ دنیا، شهرهای مسلمانان منظورم هست، بلاد اسلامی، بازارها و اقتصاد به دست مهاجرین است. همین ایران خود ما، جاهایی که اینجا قبلا بودند ولی متاسفانه با چه دلایلی از این شهر، از این استان بیرونشون کردند، خب بازارهای زاهدان، بازارهای چهار رسولی، از اقتصاد به دست اینها بود. در شهرهای دیگر همچنین، امارات، دبی نگاه کنید، هر جا اصل بازار به دست مهاجرین افغانی است. بازارهای کویته، کراچی، بازارهای مکه، مدینه، جده، تمام دنیا نگاه میکنین اصل اقتصاد، بازار به دست اینها است. بزرگترین کاسبان اینها هستند. انسان به یاد همین آیه میفته که الله میفرماید کسانی که هجرت میکنند اونجا الله تعالی به اونها با وسعت میده، با فراخی میده، همه چیز را الله تعالی برای اونها عنایت میکند. پس این نیست که انسان اگر هجرت بکند از گرسنگی میمیرد. چه بسا اینهایی که الان همه چیز دارند شاید در کشور خودشون به اندازه نصف اینها و یک دهم اینها نداشتند، ولی به برکت هجرت الله تعالی عنایت فرموده. لذا الله میفرماید اگر بره در راه مرگش بیاد، و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، هر کسی که از خانهش خارج میشه در حالی که هجرت بکند به سوی الله و رسولش، ثم یدرکه الموت، سپس موت او را بگیرد، فقد وقع اجره علی الله، به درستی که اجر این انسان بر الله است. علی الله بنویسید تفضلا، وجوبا نه، تفضلا. الله فضل میکند بر خود اجرش را گرفته. و کان الله غفورا رحیما، و الله عزوجل بخشاینده و مهربان هست. خب این حکم چندم بود؟ حکم هفتم بود. الان حکم هشتم را میخوانید. حکم هشتم در رابطه با نماز هست و نماز خوف هست و نماز قصر هست. الله می فرماید و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، هر وقتی که شما زمین رفتید، زمین خدا رفتید، یعنی سفر کردید، گناهی نیست بر شما اینکه نماز را قصر کنید. یعنی نماز 4 رکعتی را چه بخوانید؟ 2 رکعت بخوانید. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر خوف بود که شما را کفار در فتنه واقع میکنند. ببینید نماز قصر نماز مگر از شرایطش خوف است؟ از شرایطش خوف نیست. شما همینطور بدون خوف نمازتون را میشکنید، 4 رکعتی را 2 رکعت. پس اینجا ان خفتم، اگر خوف داشتید، این قید اتفاقی هست. حتما انسان در سفر باید بترسد و قصر بکند، چنین نیست. البته حضرت شاه ولی الله رحمه الله اینجا تقصرو را به معنی شکستن و قصر 4 رکعت را 2 رکعت کردن نمی کند. اون خب بستگی داره با اینکه وقتی که سفر باشد 4 رکعت 2 رکعت میشه. اما شاه ولی الله این آیه را اینطور توجیه میکنه، میگه اگر خوف بود چه 4 رکعت میخوانید چه 2 رکعت، اون بستگی با مسافت داره. اگر خوف بود گناهی نیست که تقصروا، قصر در قرائت هست، قرائت بسیار کوتاه بخوانید، مختصر بخوانید، طولانی نکنید. به این معنی است، چون که خطر هست
شروع بکنی سوره واقعه را بخوانی، نه، بلکه بسیار قرائت مختصری بخوان و به مشکلت رسیدگی کن. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، به درستی که کافران برای شما دشمن آشکاری هستند. و اذا کنت فیهم، این آیه در رابطه با نماز خوف هست. اما نماز خوف بسیاری معتقدند که مخصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما جمهور معتقدند که نماز خوف هم برای رسول الله هست هم برای بقیه امرا. هذه الآیه خطاب للنبی صلی الله علیه وسلم. علامه قرطبی میگه این آیه خطاب برای رسول الله است و هو یتناول الامراء بعده الى یوم القیامه، شامل تمام امرایی که بعد از رسول الله هستند تا قیامت شامل همه میشه. خب در این آیه هست که اگر نماز خواندید نماز خوف، خب صورت نماز خوف را شما در فقه خواندید، اینجا ما میخوانیم. اما اگر این خوف در صورتی است که امام یکی هست، مردم پشت سر یک امام، مثلا در زمان رسول الله کسی دیگه بغیر از رسول الله امام نخواهد بود، لذا 2 رکعت را با یک گروهی بخواند، 2 رکعت دیگر را با یک گروهی بخواند. این گروه بعدا 2 رکعت خودش را فرادا بخواند، اون گروه هم فرادا بخواند. یا اینکه اگر 2 رکعتی است با هر گروهی یک رکعت بخواند. اما اگر امام 2 تا هستند، خب یک امامی کامل نماز را بخوانند با یک گروه دیگر در مقابل دشمن سنگر بگیرد و بعد از اون گروه دیگر نماز اینا که تمام کردن بروند در سنگرها و اون گروه دوم بیاید. اصلش این بود که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یکی از غزوات نماز ظهر را خواندند. بعد از نماز ظهر دشمن متوجه شد که اینها نمازشون تمام شد، گفتند چه فرصت خوبی بود، ما وقتی که اینها نماز میخوندند اینها سر نماز دیگه هیچ چیزی دیگه حالیشون نیست، میرن به یک دنیای دیگه، به یک عالم دیگه، اون وقت اگر حمله میکردیم خیلی خوب بود، لذا یک نماز دیگه دارن به وقت عصر، اون وقت حمله میکنیم. تا اون وقت الله عزوجل صلاة الخوف را مشروع فرمود و قرار داد که یک گروه پشت سر رسول الله، یک گروه سنگر بگیرن در مقابل دشمن. الله می فرماید و اذا کنت فیهم، هرگاه شما بودید در میان آنها، فاقمت لهم الصلاة، نماز را قائم کردی، برپا کردی برای آنان، فلتقم طائفة منهم معك، باید بایستد یک گروهی از آنان همراه شما، وليأخذوا اسلحتهم، و اسلحهشان را هم بگیرن، فاذا سجدوا، هرگاه که سجده کردند یعنی یک رکعت خواندند، فلیکونوا من ورائکم، باید اینها باشند پشت سر شما، یعنی برند در سنگرها، ولتأت طائفة اخرى، و بیاید اون گروه دیگر، اون طائفه دیگری که لم یصلوا، نماز نخواندند، اونهایی که نماز نخواندند بیان، فلیصلوا معک، آنها بیایند با شما نماز بخوانند، وليأخذوا حذرهم و اسلحتهم، اون طائفه دیگر هم بگیرند احتیاط خودشان را و اسلحه خودشان را، اسلحه را بگیرند، احتیاط لازم را داشته باشند. چرا چنین یک گروهی نماز بخوانه، یک گروهی در مقابل دشمن سنگر بگیرد؟ الله علت را بیان می‌فرماید، ود الذین، علت الله می‌فرماید ود الذین کفروا، دوست دارن کفار، لو تغفلون، غفلت شما را، اینکه غفلت کنید، عن اسلحتکم، از اسلحه خودتان، و امتعتکم، و از کالا و وسایل خودتان، فیمیلون علیکم میلة واحده، پس بسوی شما متمایل بشند، یعنی حمله ور بشند، میلة واحده، یک میل یعنی یک حملش، کار شما را تمام بکنند. الله می فرماید شما پس در وقت نماز هم اسلحه به دست باشید، آماده باش. ولا جناح علیکم، و همچنین گناهی نیست بر شما، ان کان بکم اذى من مطر، اگر از باران شما در اذیت بودید، او کنتم مرضى، یا مریض بودید، ان تضعوا اسلحتکم، اسلحتون را به زمین بگذارید، به درختی آویزان بکنید، و الا باید اسلحه آماده باش باشد. و خذوا حذرکم، احتیاطتان را بگیرید. ان الله اعد للکافرین عذابا مهینا، خدا می فرماید در دنیا هم از کفار برحذر باشید
انتقام خودتون را بگیرید بزنید اونها را، در آخرت خدا خودش برایشون انتقامی مهیا کرده. اون چیه؟ اعد للکافرین عذابا مهینا، عذاب ذلت بار. اما وقتی که نماز تمام شد، فاذا قضیتم الصلاة، هرگاه ادا کردید نماز را، فذکروا الله، الله را یاد کنید، قیاما ایستاده، و قعودا نشسته، و علی جنوبکم بر پهلو خوابیده. فاذا اطمأننتم، هرگاه اطمینان پیدا کردید، یعنی سفر تمام شد، خوف تمام شد، فاقیموا الصلاة، نماز را برپا دارید طبق قانون اصلی. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، بدون شک الله از نماز هست بر مؤمنان کتابا، یک فرضی که موقوتا وقت خاص دارد. موقوتا یعنی چی؟ وقت خاص. هر نمازی اوقات خاصی دارد. این یکی از دلائل هست مبنی بر این که هر نماز را باید در وقتش خواند، در غیر وقتش خواندن درست نیست. یه مسئله در فقه شما میخوانید که اختلافی هست بین امام ابو حنیفه رحمه الله و بین بقیه فقها، اون این جمع کردن نمازها که در سفر بقیه ائمه جمع کردن نمازها را درست میدانند با توجه به بعضی از روایت ها، و امام ابو حنیفه میفرماید که درست نیست. استدلال امام ابو حنیفه در اینجا از آیه هست، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میگه چون که هر فرضی وقت مشخصی داره باید در وقتش خوانده بشه. خب اما اون که در حدیث هست، حدیث را توجیه میفرمایند، همون طوری که از حدیث عبدالله ابن عمر معلوم هست که اون هر نمازی در وقتش خوانده میشه، اما تقدیم و تأخیر میشه. در آخر وقت نماز ظهر خوانده میشه، در اول وقت نماز عصر خوانده میشه. لذا بظاهر اینا جمع هستن، ولی در واقع هر یکی در وقت خودش خوانده شده. والله اعلم. ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، اکنون باز هم ترغیب به سوی جهاد است. الله می فرماید در طلب کردن و در تعقیب قوم شما سستی نکنید، ضعف نشان ندهید. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، اگر شما دردمند شدید، ضربه خوردید، فانهم یعلمون، به درستی که آنان هم ضربه خوردن، کما تعلمون، همان گونه که شما ضربه خوردید. و ترجون من الله ما لا یرجون، اما فرقتون اینه شما هم شهید دادید، اونا هم کشته دادن. فرق شما اینه که شما امیدی به پروردگارتان دارید که اونها ندارند. و ترجون من الله، امیدوار هستید از الله آن چیزی که لا یرجون، آنها اون امید را ندارند. و کان الله علیما حکیما، خداوند علیم هست، هر چیز را میداند و در کارهای الله تعالی حکمت هست. خب پس این ترغیب به سوی جنگ هست، به سوی قتال هست که شما باز هم بجنگید. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اینجا خداوند عزوجل حکم دیگر از احکام سلطانیه، حکم نهم را بیان می فرماید. خلاصه و حاصل این حکم نهم این است که شما بین مردم فیصله بکنید، قضاوت بکنید با کتاب خدا، همان گونه که خدا به شما نشان داده، و هیچ وقت حامی مجرم نباش، حامی خائن نباش. از مجرم و خائن حمایت نکن، به ظاهر و به قسمهای دروغین ظاهر نگاه نکن. ببینید این اشاره به جریانی هست و به داستانی هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. یک صحابی بود به نام رفاعه بن زید. رفاعه بن زید دزدی آمد که این دزد منافقی بود، یکی از منافقین به نام طعمه بن عبیرق. طعمه بن عبیرق، این طعمه شبانگاه رفت خونهش
و یک کیسه آرد را دزدی کرد و شمشیری بود، اسلحه‌ای بود، اون را هم برداشت، اینها را برد خونه خودش. وقتی که اینها را برد به طرف خونه خودش، در راه متوجه شد که این کیسه آرد سوراخ بوده و آرد میریخته، لذا پریشان شد و گفت که اینها وقتی که فردا به دنبال این آرد بیاین و به دنبال آثار بیان حتما منو پیدا میکنن. چیکار کرد؟ این کیسه آرد را برد خانه یکی از یهودیان به نام زید ابن یاسمین، اونجا امانت گذاشت. گفت این را مال من هستن، همینجا نگه دار. روز بعد وقتی که اون صاحب مال رفاعه بن زید متوجه شد که مالش دزدی شده، اونها آثار را بردند و تعقیب کردند، آخر زید ابن یاسمین را دستگیر کردند. یهودی بود زید ابن یاسمین، خدمت رسول الله آوردند و اون زید ابن یاسمین گفت که اینها امانتی هستند، طعمه پیش من گذاشته، طعمه بن عبیرق. و طعمه وقتی که لو رفت قبل از اینکه خدمت رسول الله بیاند، شب با خویشاوندان خودش، با نزدیکان خودش، بقیه منافقینی که بودند مشوره کردند و گفتند که ما همه گواهی میدهیم که دزد یهودی هست و قسم یاد میکنیم، قسم میخوریم، پیغمبر قبول میکند، باور میکند. از این نوع حکایت ها قبلا هم گفتیم. اون حکایت بشر منافق هم گذشت. معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم غیب نیستند، از واقعیت ها خبر ندارند مگر مثل همین جریان که خداوند وحی نازل کند. لذا همه آمدند یا منافقین و قسم یاد کردند که این نیست و این یهودی بدون دلیل اسم این را گفته، الان که رسواییش و دزدیش فاش شده، نام این فامیل ما را میگیرد، با ما مشکل دارد. خلاصه به رسول الله صلی الله علیه وسلم قبولاندند. با قسمهای غلیظه‌ای که خوردند رسول الله مطمئن شد که اینها نیستند، طعمه نیست، دزد و زید ابن یاسمین هست. زید ابن یاسمین از نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم محکوم شد و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آمادگی کرد برای اجراء حد. حتی میخواست دستش را قطع کند. الله تعالی این آیات را نازل کرد که چرا شما دقت نمی کنید؟ الله می فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، همانا ما فرستادیم به سوی کتاب شما کتاب را بالحق، لتحکم بین الناس، تا که شما فیصله بکنید بین مردم، داوری بکنید بین مردم، بما اراک الله، بر اساس آنچه که خدا به شما نشان داده. ما اراک الله یعنی ما علمک الله، بر اساس آنچه که خدا به شما تعلیم و آموزش داده. ولا تکن للخائنین خصیما، شما خصیم خائنین نباشید. خصیم یعنی از طرف اونها وکیل مدافع نباشید، از طرف اونها بحث نکنید، دفاع نکنید. خب چطور؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مطمئن شد که این نیست. واستغفر الله، واستغفر الله این ممانعت هست که این کار را یه وقتی نکنی، یعنی دستش را قطع نکنی. واستغفر الله، از چی استغفار بخواه؟ مما همت به من معاطبت الیهودی. رسول الله صلی الله علیه وسلم قصد کرد که چیکار بکند؟ یهودی را به جزایش برساند. تفسیر معالم نوشته واستغفر الله فهم النبی صلی الله علیه وسلم ان یقطع زید الیهودی. رسول الله قصد کرد که دست زید یهودی را چی کند؟ قطع کند. معالم
تفسیر خازن نوشته فلما اطلعه الله على کذب قوم طعمه، وقتی که خداوند او را مطلع کرد بر دروغ قوم طعمه بن عبیرق، عرف انه لو وقع ذلك الامر، رسول الله میدانست که اگر این امر اتفاق میافتاد لکان خطأ فی نفس الامر، این خطایی بود، اشتباه بسیار بزرگی اتفاق میافتاد. فامره بالاستغفار منه، الله عزوجل دستور داد رسول خودش را بالاستغفار، و این کان معذورا، گرچه پیغمبر معذور بود، پیغمبر عالم الغیب نبود. خب ادامه این بحث را عرض می کنم، ولی یک موضوعی که قبلا خدمت شما عرض کردم در رابطه با عصمت انبیا، خدمتتون عرض کردم که این که خداوند به پیغمبران میگوید استغفار بخواهید، این استغفار به خاطر چی هست؟ به خاطر گناه نیست. اینجا مگر گناهی بود؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نیست، به ظاهر نگاه می کند. مال هم در دست کی هست؟ زید ابن یاسمین در خانهش پیدا شده. هر کسی باشد احساس می کند، فکر می کند که دزد کیه؟ یهودی هست. پس اینجا اگر پیغمبر اجرا می کرد حکم خدا را بر یهودی، هم یک خطأ اجتهادی بود، یک خطأ اجتهادی بود که این نوع خطاها گناه نیستند، اینا گناه نیستند، چون خود انسان گناه اونه که انسان مقصر باشد، انسان کوتاهی داشته باشد. اینجا رسول الله هیچ نوع کوتاهی ندارد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم حکم خدا را اجرا می کند، گواه می خواهد، قسم و حلف می خواهد، اونا قسم می خورند، گواهی می دهند، لذا چیزی دیگه باقی نمانده. پس این استغفار، بقیه استغفارها هم از این نوع استغفار هستند که پیغمبر در اونجا گناهکار نیست، اما کار خلاف اولا انجام میگیرد. الله می فرماید واستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما، بدون شک الله عزوجل غفور بخشاینده و مهربان است. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، شما جدال نکن، یعنی دفاع نکنید از آن کسانی که خیانت کردن بر خودشان. ان الله لا يحب، چطور خیانت کردن؟ دزدی را کردن بعد به گردن کسی دیگه میفته میاندازه. ان الله لا يحب، بدون شک خداوند دوست ندارد، من کان خوانا اثیما، هر آن انسانی که خیانتکار باشد و گناهکار باشد. اثیما بدکار، گناهکار. چقدر اینها بی‌حیاند، از مردم خجالت میکشند، از خداوند شرم نمی کنند. یستخفون من الناس، اینها خجالت میکشند، پنهان میکنند، یعنی خجالت میکشند از مردم. ولا یستخفون من الله، از الله حیا نمیکنند، یا اینکه از جلوی مردم واقعیت را مخفی میکنند، اما از پیش خدا مخفی نمیکنند. چرا؟ چونکه و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، الله با آنهاست اذ یبیتون، وقتی که شب میکنند، با هم شب نشینی دارند و در شب مشوره میکنند بر آن چیزی که لا یرضى من القول، خداوند از آن سخن راضی نیست. با هم شب چه مشوره کردند؟ گفتم فردا آبرویمان میره اگر تهمت دزد قرار بگیره، بیا همه شهادت بدیم، شهادت دروغین، همه من شهادت بدیم. برای چی؟ برای اینکه دزد طعمه هست، ببخشید دزد زید ابن یاسمین هست. لذا اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، این مشورهشون هست، این مکرشون هست که یک انسان بیگناه را چی بکنند؟ گناهکار. خیلی ها هستند امروز هم جرم میکنند، گناه میکنند، معصیت میکنند، ولی دیگران به پایدار میروند، دیگران را به ناحق به قانون میسپارند. چون یک
جنایتی انجام گرفته باید مجرمی تحویل بشه. مجرمان اصلی تحویل نمی شوند، کسانی که در واقع مجرم نیستند تحویل می شوند. ولی این انسان هایی که با هم مشوره می کنند و دیگران را به چاه می اندازند، اونها هم باید بدانند که و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. وقتی که مردم با هم دیگه شبها مشوره می کنند، جلسات پشت درهای بسته تشکیل می دهند، بر اساس اونچه که واقعیت نیست. خدا اونجا هست، خدا خائن را به وقتش به جزاش می رساند. و کان الله بما یعملون محیطا. خداوند به آنچه که اونها انجام میدن محیط هست، از نظر علم، به اعتبار علم احاطه دارد همه چیز را، همه در علم خدا هستند. اکنون خداوند زجر بیان می فرماید و تنبیه بر مجادلین عن المنافقین، خویشاوندان این منافق که شما به دروغ از این منافق آمدید چی کردید؟ حمایت کردید، از او دفاع کردید. الله می فرماید ها انتم، خبردار، آگاه باشید، ها تنبیه است، متنبه باشید. انتم هؤلاء، شما این افراد موجود، جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا، شما جدال کردید، شما دفاع کردید از آنان در زندگی دنیا. فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه، چه کسی هست که با خدا بحث کند، جدال بکند از آنان، دفاع کند در روز قیامت؟ امن یکون علیهم وکیلا، یا چه کسی است که باشد بر آنان کارساز؟ چه کسی که روز قیامت بیاید کارساز و مشکل کشه اونها باشد، از گرفت و عذاب خدایی که او را نجات میده. الله می فرماید انسان مجرم هر چه بکند روز قیامت همه را می آورد، اما اگر استغفار بخواهد، استغفار بکند، الله او را می بخشد، توبه بکند. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، ترغیب به توبه. هر کسی که عمل سوء بکند، عمل بدی بکند، دزدی بکند، کار دیگری بکند، او یظلم نفسه، یا بر خود ظلم بکند. ببین گناه دو هست، یکی اینه که ضررش به خود انسان برمیگردد و یکی این که ضررش به دیگری برمیگردد، متعدی هست. این دزدی متعدی هست، نه؟ هم به خودت ضرر میدی، هم به مسلمان دیگه که مالش را میبری. لذا یعمل سوءا متعدی هست، او یظلم نفسه غیر متعدی هست. ثم یستغفر الله، سپس از الله مغفرت بطلبد، یجد الله غفورا رحیما، میابد خدای عزوجل را بخشاینده و مهربان. و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه، بازم تأکید توبه. الله می فرماید هر کسی که گناهی کسب کند، فانما یکسبه علی نفسه، انجام اسم کسب می کند بر علیه خودش، ضرر به خودش. و کان الله علیما حکیما، خداوند علیم هست، همه گناهان را می داند. حکیما، چرا به سزای اعمال نمی رساند؟ از روی حکمت، چون که برای جزای اعمال وقت خاصی تعیین شده. خب این را هم الله می داند. اما اون انسانی که گناه می کند بعداً یک انسان بری را، یک انسان بیخبر بیچاره را متهم می کند. الله می فرماید و من یکسب خطیئتا، هر کسی که خطایی بکند، و من یکسب خطیئتا، هر کسی که کسب کند خطایی، او اسما، یا گناهی. ببینید خطا و گناه فرقش چیه؟ بعضی گفتن خطا صغیره هست، اسما کبیره هست. اما تفسیر خازن میگه قیل ان الخطیئه هی سرقه الدرع، همون زره را، لباس زرهی بود، شمشیر نه. خطا چی هست؟ دزدی لباس زرهی بود.
والاسم گناه چی بود؟ یمینه الکاذب، قسم دروغین. لذا و من یکسب خطیئتا او اسما، کسی خطای مرتکب بشه یا گناهی مرتکب بشه، ثم یرمی به بریئا، سپس تهمت بزند به وسیله آن یک انسان بریء را. انسان بریء یعنی چه؟ از اون گناه بریء هست، بدور هست. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، بدرستی که این انسان حمل کرد، بدوش گرفت بهتانی را، بهتان بزرگی که بر یک انسان بریء وارد کرد. فرق نمیکنه اون انسان بریء یهودی باشد یا مسلمان، اینجا یهودی هست ولی بیگناه هست. و اسم مبینا، گناه آشکاری را مرتکب شد. لذا الله تعالی در پایان این داستان منت و احسان خودش را ذکر می کند که خداوند شما را به وقت تذکر داد، و الا این قوم بدبخت منافق با قسمهای دروغین میخواست که شما را بلغزاند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خاص الله نبود بر شما و رحمته، رحمت خدا نبود، جزا مقدر است. لیضلوک، اینها شما را چیکار میکردند؟ میلغزاندند، گمراه میکردند، بیراه میکردند. چرا؟ لهمت، این علت جزا هست. ای ولقد همت، به درستی که اراده کرد طائفه منهم، گروهی از آنها که خودشون را زرنگ و چالاک میدانستند، ان یضلوک، اینکه شما را بلغزانند، شما را بیراه بکنند تا فیصله خلاف واقع بکنید. اما اونها شما را گمراه نمی کنند، خودشون را گمراه می کنند. و ما یضلون الا انفسهم، انها گمراه نمی کنند مگر خودشان را. و ما یضرونک من شیء، به شما ذره ضرر وارد نمی کنند. چرا؟ بخاطر اینکه و انزل الله علیک الکتاب والحکمه، الله نازل فرمود بر شما کتاب و حکمت را، همه چیز را در کتاب و حکمت به شما آموخت. و علمک ما لم تکن تعلم، الله عزوجل به شما آموزش داد، یاد داد آنچه که شما نمیدانستید. ما لم تکن تعلم. اینجا هم اهل بدعت میگن، استدلال میگن بر علم غیب، میگه خداوند همه چیز را به پیغمبر آموزش داد. علمک ما عام هست، ما برای عموم هست یا نیست؟ علمک همه چیز را، ما عام و شامل هست. پس معلوم شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان تمام علوم داده شد. اما الله تعالی که این و علمک ما لم تکن تنها یک جا نگفته، خیلی جاها گفته. هر جا ما عام نیست. الله تعالی یک جای به مسلمانان میگه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، خداوند به شما آموزش داد اون چیزی که نمیدانسته. ما لم تکونوا تعلمون، خب همه چیز را خدا به ما یاد داده؟ نه خیر، اون چیزی که مربوط به شریعت ما هست، به دین ما هست، به ما یاد داده. ما پس عام هست ولی همه عموم، همه آنچه که در دنیا هست همه را شامل نمیشه. چنانچه ابن عباس و مقاتل میگوید ما لم تکونوا یعنی هو شرع، شریعت را خدا به شما نشان داد، تمام احکام شریعت را. و قرطبی گفته و علمک ما لم تکن تعلم من الشرائع والاحکام، آنچه که نمیدانستی از شرائع و احکام خداوند به شما نشان داد. پس هر جا ما به معنی عام نیست، اینجا هم به معنی احکام شرعی هست. خداوند شما را آموزش داد ما لم تکن تعلم، آن احکام شرعی که شما نمیدانستید. من جمله همین، و این دلیل علم غیب نمیشه. و کان فضل الله علیک عظیما، فضل الله عزوجل بر شما بسیار عظیم هست. اکنون در پایان این مسئله الله تعالی در رابطه با جلسات خصوصی و سرگوشی ها و جلسات پشت درهای بسته بیان می‌فرماید که این جلساتی که این گونه انسان‌های بریء را تهمت میزنه هیچ خیری در این جلسات نیست. البته جلسات خصوصی اگر در جهت پیشبرد اهداف دینی اسلامی باشد، مثل امر به معروف نهی از منکر،
اون خوب هست. الله می فرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم، نیست هیچ خیری در بسیاری از سرگوشی های آنها، از جلسات خصوصی آنها، الا من امر بصدقه، مگر اینکه کسی امر بکند به صدقه، یعنی جلسه خصوصی تشکیل بده به خاطر کمک مالی برای جهاد، برای مؤسسات دینی، او معروف، یا اینکه سخن معروفی باشد، امر به معروف باشد، او اصلاح بین الناس، سوم اینکه جلسات خصوصی به منظور ایجاد صلح بین مردم باشد، اینها خوبه. و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، هر کسی این کار را بکند برای طلب رضای الله، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، الله می فرماید ما ان قریب او را می دهیم اجر و پاداش بسیار بزرگ، پاداش بسیار بزرگی می دیم. اما کسی که مخالفت رسول الله بکند، و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین، ثمره مخالفت و تخویف اخروی، هر کسی مخالفت بکند با رسول من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اینکه هدایت برایش واضح شد، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر از راه مؤمنین را، راه دیگر را پیروی بکند، راه دیگر را انتخاب بکند، نوله ما تولا، ثمره دنیوی، نوله ما تولا یعنی به عهده او می اندازیم اون چه که به عهده گرفته، ما حمایتش نمی کنیم، ما کمکش نمی کنیم. این در دنیاست، هر طرفی که رخ گردانده، هر راهی را که اختیار کرده ما به او می سپاریم. و در آخرت ثمره اخروی، و نصله جهنم، او را وارد چی می کنیم؟ جهنم می کنیم. و ساعت مصیرا، الله پناه بده، الله می فرماید که جای رجوع بسیار بدی هست جهنم. صدق الله من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.